فقط D را بر روی صفحه تصویر مشخص می کنیم. سطح ABCD تصویر سطح مورد نظر است. موقعی که سطحی با صفحه تصویر موازی نباشد، تصویرش کوچکتر از اندازه واقعی آن است. جیم، سطح عمود بر صفحه تصویر است. سطح ABCD بر صفحه تصویر P عمود است. بنابراین تصویر حاصل تنها یک پاره خط است. موقعی که سطحی بر یک صفحه تصویر عمود باشد، تصویرش به صورت یک خط است. دال، تصویر جسم یا حجم روی صفحه تصویر. حجم مکعب مستطیل شکل با صفحه تصویر P را در نظر می گیریم. صفحات ABCD و EFGH با صفحه تصویر موازی هستند و خطوط AE و BF و CG و DH نیز بر صفحه عمود هستند. تصویر جسم روی صفحه تصویر سطح می باشد. انواع خطوط و تصاویر آنها بر 3 صفحه تصویر. یک خط نسبت به صفحه تصویر می تواند 3 وضعیت داشته باشد. الف، خط بر صفحه تصویر عمود باشد. ب، خط به موازات صفحه تصویر باشد. جیم، خط نسبت به صفحه تصویر مایل باشد. خط قائم. خط قائم خطی است که بر صفحه تصویر افقی عمود است. بنابراین تصویر افقی آن یک نقطه است و به دلیل اینکه خط قائم با محور OZ موازی است، بنابراین تصویر روبرو و تصویر جانبی آن با محور OZ موازی است. در شکل الف، خط قائم AB و تصویرهای آن در کنج OXYZ و در شکل ب 3 تصویر آن رسم شده است. A1 B1 تصویر روبرو و A3 B3 تصویر جانبی. هر کدام برابر اندازه واقعی خط AB هستند. خط قائم عمود بر صفحه افقی تصویر است. این خط به موازات محور OZ و صفحه قائم و جانبی تصویر است. نما و تصویر افقی این خط به صورت یک نقطه است. نما و تصویر قائم و جانبی این خط با محور OZ موازی و با هم مساوی اند. خط منتصب. خط منتصب خطی است عمود بر صفحه قائم تصویر. بنابراین تصویر روبروی آن یک نقطه است و به دلیل موازی بودن آن با محور OY، تصویر افقی و تصویر جانبی آن را به موازات محور OY خواهد بود. در شکل الف، خط منتصب AB و تصویرهای آن در کنج OXYZ و در شکل ب 3 تصویر آن ترسیم شده اند. خط مواجه. خط مواجه خطی است که بر صفحه تصویر جانبی عمود باشد. بنابراین تصویر جانبی آن یک نقطه است و به دلیل موازی بودن آن با محور OX، تصویر روبرو و تصویر افقی آن موازی با محور OX است. در شکل الف، خط مواجه AB و تصویرهای آن در کنج OXYZ و در شکل ب 3 تصویر آن رسم شده است. خط افقی. خط افقی خطی است که با صفحه تصویر موازی باشد. بنابراین تصویر روبروی آن با محور OX موازی و تصویر جانبی آن با محور OY موازی و تصویر افقی آن به صورت یک خط مورب است. در شکل الف، خط افقی AB و تصویرهای آن در کنج OXYZ و در شکل ب 3 تصویر آن رسم شده است. از بین تصویرهای خط افقی AB فقط A2 B2
تصویر افقی آن خط برابر اندازه خط افقی آب است. خط جبهی. خط جبهی خطی است که با صفحه تصویر قائم موازی باشد. بنابراین تصویر افقی آن با محور OX موازی و تصویر جانبی آن با محور OZ موازی و تصویر روبروی آن به صورت یک خط مبرب است. در شکل الف خط جبهی AB و تصویرهای آن در کنج OXYZ و در شکل ب 3 تصویر آن رسم شده است. از بین 3 تصویر خط جبهی AB فقط A1B1 تصویر روبروی آن خط برابر اندازه واقعی خط جبهی AB است. خط نیمرخ. این خط با صفحه تصویر جانبی موازی است. بنابراین تصویر روبروی آن موازی با محور OZ و تصویر افقی آن موازی با محور OY و تصویر جانبی آن به صورت یک خط مورب است. در شکل الف خط نیمرخ AB و تصویرهای آن در کنج OXYZ و در شکل ب 3 تصویر آن رسم شده است. خط غیر مشخص. خط غیر مشخص خطی است که نسبت به هر 3 صفحه تصویر مایل است. با این توضیح مشخص است که خط غیر مشخص بر هیچ یک از 3 صفحه تصویر عمود و با هیچ یک از آنها موازی نیست. بنابراین همه تصویرهای آن خط مورب است. در شکل روبرو 3 تصویر خط غیر مشخص AB ترسیم شده است. هیچ کدام از 3 تصویر خط غیر مشخص برابر اندازه واقعی آن خط نمی باشد. وضعیت 2 خط نسبت به هم. 2 خط نسبت به یکدیگر می توانند یکی از وضعیت‌های زیر را داشته باشند: الف با هم موازی باشند، ب با هم متقاطع باشند، جیم با هم متنافر باشند. الف 2 خط موازی. وقتی که 2 خط در یک صفحه واقع باشند و یکدیگر را قطع نکنند، آن 2 خط با هم موازی‌اند. مشخص است که فاصله کلیه نقاط یکی از دیگری برابر هم است. قضیه